گیلاسی سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه قسمت بعدی فیلم سکوت بره‌ها رو ببینیم. این فیلم اسمش هانیبال هست، محصول سال 2001. حواستون باشه که مأمور کلاریس قسمت قبلی توی این فیلم بازیگر جدید داره. اگرم می‌خوای کامل بفهمیدش حتما قسمت قبلی رو ببینین چون کاملا به هم دیگه مربوطن. یه نکته هم قبل از دیدن فیلم بهتون بگم. یه مسابقه دارم توی کانال میذارم. زیر همین پست میتونید توی کامنت‌ها ترسناک‌ترین اتفاقی که تا حالا براتون افتاده رو بنویسید. یا اگه تخیلی هم بنویسیدش فقط بنویسید که غیر واقعیه. در نهایت 4 تا 5 تا از اینا رو با یه سری صداسازی و جلوه‌های ویژه میخوام براتون تعریف بکنم. بچه‌های کانال نظر میدن. به کسی که بهترین داستان رو نوشته باشه هم یه جایزه نقدی حالا خیلی کوچیک تعلق میگیره. بریم که ما فیلم رو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم 10 سال بعد از قسمت قبلی رو میبینیم. هانیبال از کشور فرار کرد و هیچ کس نمیدونه کجاست. مردی به نام بارنی رو میبینیم. این مرد قبلا توی تیمارستان که هانیبال بستری بود کار میکرد. اون با مرد دیگه به نام میسن ملاقات میکنه که یه چهره خیلی وحشتناکم داره و هنوز نمیدونیم چه بلایی سرش اومده. بارنی شروع به صحبت میکنه و میگه که هانیبال با یک مأمور FBI به نام مأمور کلاریس خیلی کار میکرد و خیلی با هم دیگه اوکی بودن، در حالی که هانیبال عموما از همه آدما متنفر بود. در آخرم قبل رفتنش یه جعبه به میسن میده که توش ماسکیه که قبلا هانیبال توی تیمارستان به صورتش زده میشد. میسن هم بدون هیچ حرفی یه چک $250,000 میگه براش بنویسن و اونو ازش میخره. حالا میفهمیم که چقدر به هانیبال و کلا چیزهایی که مربوط به اون علاقه زیادی داره، ولی دلیلش رو نمیدونیم. سکانس بعدی بعد از 10 سال داریم مأمور کلاریس رو میبینیم. بعد از قضیه هانیبال اون توی قسمت مواد مخدر FBI رفته و حالا یه مأموریت مهم رو داره رهبری میکنه. یکی از مأمورای پلیس از دستوری که میده سرپیچی میکنه و به خاطر همون 5 نفر تیراندازی کشته میشن. خود مأمور کلاریس هم مجبور میشه به یک زنی شلیک بکنه در حالی که یه بچه کوچیک بغلشه و همین به شدت اعصاب و روان خودش رو به هم ریخته و معلومه خیلی دوران سختی داره میگذرونه. خبر این عملیات فاجعه آمیز توی کل آمریکا داره پخش میشه و میسن هم داره از تلویزیون اینو میبینه. یه دفعه تلفنشو برمی‌داره و به یکی از کارکناش توی سیستم قضایی آمریکا زنگ میزنه و یه رشوه بزرگ میده تا مأمور کلاریس رو از کارش اخراج بکنن. چون میسن میدونه که کلاریس و هانیبال خیلی با هم نزدیک بودن، میفهمه تنها راه دست پیدا کردن به هانیبال همینه. از اون طرف هم سیستم قضایی میره سمت کلاریس و بهش میگه که تو دو راه داری، یا اینکه همین الان از کارت اخراج بشی یا اینکه برگردی سر پرونده هانیبال، ولی این بار با میسن همکاری بکنی چون اطلاعات دقیقی داره. کلاریس هم که حالا فهمیده چقدر سیستم قضایی فاسده، هیچ راه دیگه جلوش نمیبینه جز اینکه این عملیات رو قبول کنه و برگرده سر پرونده هانیبال و همین کارو انجام میده. سکانس بعدی کلاریس میره به دیدن میسن. اون شروع به تعریف داستان خودش میکنه و متوجه میشیم یه آدم کلا سادیسمی بوده و دکترش هم کسی نبوده جز هانیبال. البته که شبی که این اتفاق براش افتاده موقعی بوده که هانیبال رو دعوت کرده تا با هم رابطه جنسی داشته باشن. هانیبال بعد تزریق یه سری داروی آرامبخش و کلی چیزای مختلف بهش، میسن رو مجبور میکنه که خودش از سقف آویزون کنه، گوشت صورت خودش رو با چاقو بکنه و بندازه زمین. هانیبال هم جلوی چشمای اون تمام قسمت‌های صورتش رو میده به یه سگ تا بخوره. کلاریس حالش بد میشه و میگه حالا سرنخت چیه؟ میسن هم جواب میده که یه دونه عکس ایکس ری برام از آرژانتین فرستاده شده که مربوط به هانیباله. کلاریس میگه از کجا میدونی؟ اونم میگه که من قبلا پرونده پزشکی هانیبال دستم بوده و عکس ایکس ریشو داشتم و مطمئنم این دوتا برای یه نفرن. کلاریس هم که حالا کنجکاو شده بفهمه کی داره میسن آمار میده، میره سراغ پرونده هانیبال. توی یکی از فیلم‌ها میبینید که یکی از پرستارا که حالا میدونیم بارنیه تو تیمارستان میزنه و دست هانیبال رو میشکنه و قطعا اون بوده که عکس دست شکسته رو براش آورده. یکی از همکارای کلاریس هم میاد داخل و بهش میگه چند ماه مدارک هانیبال دارن همشون گم و گور میشن. معلومه یه نفر داره اینا رو از کشور خارج میکنه و میفروشه و مردم هم برای خریدش دارن کلی پول میدن. شک کلاریس هم به بارنی بیشتر شده و شروع میکنه به دنبال کردنش و بالاخره یه بار میره دم خونه‌شون و باهاش صحبت میکنه. اولش بارنی هیچی رو قبول نمیکنه، اما وقتی که کلاریس بهش میگه نمیترسی موقع هانیبال بیاد سراغت، اونم جواب میده که نه، هانیبال میره سراغ آدمای بیادب و کسایی که برای اجتماع مضرن و الا من 6 سال براش کار میکردم و حتی یه بار هم بهم آسیب نزد چون همیشه بهش احترام میذاشتم. اونم همینطوری با من برخورد میکرد. کلاریس هم دیگه شروع میکنه به محکوم کردن بارنی به خاطر همه چیزهایی که از پاسگاه پلیس گم و گور شده. میگه که حتی یه کتابی بود به اسم لذت آشپزی که هانیبال امضا کرده بودش، تو اونو فروختی. بارنی هم که دیگه میبینه هیچ راهی نداره شروع میکنه به اعتراف کردن و حرف میزنه. تنها توجیهش هم برای کارایی که کرده اینه که بعد از تعطیلی تیمارستان هیچ کاری نداشته، با برداشتن این لوازم خیلی تونسته پول خوبی در بیاره. بعدم اعتراف میکنه عکسی که جدیداً به میسن رسیده که یک ایکس ری از هانیبال کار فیک خودش رو می‌خواسته ازش
پول بر بیاره. بعدم از کلاریس خواهش میکنه که به پلیس لو ندادش، در ازاش هم حاضر هر چه هانیبال مونده تحویل کلاریس بده، از جمله یه سری نوار صوتی که از مصاحبه‌های کلاریس با هانیبال بوده و تنها کسی که نسخه‌شون رو داره بارنیه. کلاریس هم قبول میکنه و وقتی برمیگرده شروع میکنه به گوش دادن به نوارها. توی یکی از قسمت‌ها هانیبال میگه من خیلی دوست دارم توی جایی باشم که فضای باز داشته باشه و بتونم ازش لذت ببرم. سکانس بعدی میریم به ایتالیا. کارگاه پلیسی به نام مأمور رینالدو پاتسی رو میبینیم که داره قدم میزنه و وارد یک کتابخونه خیلی بزرگ میشه تا در مورد گم شدن رئیسش از بقیه بازجویی بکنه. در آخر نوبت میرسه به رئیس جدیدی که به تازگی اینجا اومده، کسی به نام دکتر فل و اون هانیبال خودمونه. بعد از صحبت با مأمور پلیس، هانیبال قبول میکنه که هر چی مدرک از شخص قبلی پیدا کنه رو در اختیارش قرار بده. برمیگردیم به آمریکا. از وقتی که عملیات فاجعه توسط کلاریس انجام شده، بارها و بارها از مردم براش نامه‌های تهدیدآمیز ارسال میکنن. دوباره نامه‌های جدید رو براش میارن و وسطش یکیشون توجهش رو جلب میکنه. یه عکس خیلی جالب داره و وقتی بازش میکنه میفهمه که کسی جز هانیبال اون رو ننوشته. توی این نامه هم هانیبال شروع کرده به بررسی روانشناسانه و حرفه‌ای از کلاریس. بهش میگه تو داری همه زندگی تو بر اساس چیزی که فکر می‌کنی بابات می‌خواسته پیش میبری. اون اگه زنده بود به خاطر عملیاتی که تازگی انجام دادی خیلی ازت ناامید میشد. در آخر هم میگه که انقدر از زندگی داری ناامید میشی و انقدر بد داری پیش میری که قطعاً دوباره برمیگردی سر پرونده من، چون فقط اون لحظه بوده که احساس زنده موندن داشتی. در آخر هم راجع به خودش حرف میزنه. میگه من از قایم شدن خسته شدم و میخوام دوباره برگردم توی اجتماع و این بار میخوام کاری که قبلا کرده بودم و باز هم ادامه بدم. کلاریس هم مجاب میشه باید سریعاً برای گرفتن هانیبال دست به کار بشه و الا ممکنه که دوباره آدم بکشه. نامه برای سازمان بررسی میکنن ولی اصلا نمیفهمن که از کجا خریداری شده و از کجا ارسال شده. برای همین کلاریس نقشه دیگه‌ای به سرش میزنه. یه گروهی جمع میکنه از متخصصای عطر شناسی. دلیلش هم اینه که کلاریس یه بوی عجیب از نامه حس کرده و حالا با بررسی این عطر شناسا میفهمه که از یه دونه کرم دست خیلی کمیابه که فقط توی قسمت‌های از آسیا و اروپا فروخته میشه، از جمله ایتالیا. کلاریس هم سریع دستور میده فیلم دوربین‌های امنیتی عطرفروشی‌های معروف تو این کشورهای مورد نظر رو براش ارسال بکنن. البته که قید نمی‌کنن دلیل این فیلم‌ها چی و اصلا حرفی از هانیبال زده نمیشه. توی شهر فلورانس ایتالیا عطرفروشی‌ها فیلماشون رو برای پلیس ارسال میکنن. پلیس هم داره فیلم‌ها رو میبینه و مأمور پاتسی که قبل کردیم متوجه هانیبال توی یکی از عطرفروشی‌ها میشه. حرفی نمیزنه چون نمیدونه اون هانیبال، فقط به خاطر عملیاتی که خودش داشته انجام میداده شک میکنه که شاید هانیبال به گم شدن رئیس اون کتابخونه ربطی داشته باشه. برای همین شروع به تعقیب دکتر فل یا همون هانیبال میکنه و وقتی که میبینه توی کافه ها بعد از نوشیدن شراب یا قهوه خیلی سریع لیوان خودش رو تمیز میکنه تا اثر انگشتش نمونه، هم میفهمه واقعا یه ریگی به کفش این بنده خداست. خیلی سریع هم برمیگرده خونه. هرچی اسم دکتر فل رو سرچ میکنه هیچ اطلاعی به دست نمیاره. میره توی سایت سازمان FBI. توی لیست 10 تا خطرناکترین افراد مورد تعقیب این سازمان عکس هانیبال رو میبینه و میفهمه که چه آدم خفنیه. یه جستجوی دیگه توی اینترنت میکنه و با یه سایتی آشنا میشه که توش گفتن 3 میلیون دلار به کسی که بتونه یه اطلاعاتی از هانیبال بده که بتونن دستگیرش بکنن جایزه میدن. برای همینم شماره طرفو برمی‌داره و توی سکانس بعدی کلاریس رو می‌بینیم. اونم داره برای خودش بررسی‌های انجام میده تا بتونه هانیبال رو پیدا بکنه. یه دفعه یکی از مامورهای سازمان قضایی به نام پال میاد توی اتاقش، با دیدن عکسایی که مربوط به هانیبال کنجکاو میشه. میره جلوتر ولی فقط توجه به چیزای خنده‌دار و اصلا جدی نمیگیرتشون. کلاریس هم شروع میکنه به توضیح دادن چیزهای مهم در مورد هانیبال، بلکه پال یکم جدی‌تر بگیرتش، ولی پال هیچ توجهی نمیکنه و تنها چیزی که میگه اینه که باید کارتو جدی‌تر انجام بدی یا بیای با هم رابطه جنسی داشته باشیم تا موقع کارتو از دست ندی، وگرنه سازمان قضایی آمریکا خیلی زود تو رو برکنارت میکنه. کلاریس هم اهمیتی نمیده و سکانس بعد میبینیم که به سازمان پلیس فلورانس ایتالیا زنگ میزنه. میگه که چرا فیلم عطرفروشیاتون رو هنوز نفرستادید. مأمور میگه که من براتون ارسال کردم، فکر می‌کردم رسیده و حتما پیگیری انجام میدم. برمیگردیم پیش مأمور پاتسی. با تلفن به شماره‌ای که پیدا کرده بود زنگ میزنه و اطلاعاتی که داره رو میده. اون طرف خط هم کسی نیست جز افرادی که برای همون میسن کار میکنن که اول فیلم دیدیمش. اونا میگن اگه اطلاعات درسته باید اول از همه یه اثر انگشت از فردی که میگی برای ما ارسال بکنی. اگه درست باشه و هانیبال واقعا اون طرف باشه جایزت برات ارسال میشه. مشخص پاتسی هنوز به اندازه کافی هانیبال جدی نگرفته و میره دم خونش بلکه بتونه یه جوری اثر انگشتشو بگیره. وقتی داخل میشه میفهمه که هانیبال عقب منتظرش بوده و بعد دادن یه سری پرونده راجع به تحقیقاتی که اول فیلم انجام میداد بهش میگه که من اجداد تو رو میشناختم. توی کتاب‌ها خوندم که 500 سال پیش خیلیاشون وسط میدون فلورانس به دار آویخته شدن به خاطر جنایتایی که انجام دادن.
پاتسی هنوز ربط این حرفا رو پیدا نکرده، اما مشخصه که هانیبال بهش شک کرده و میدونه اون دنبالشه. برای همین اثر انگشتی رو هیچ جا نمیذاره و اونم دست از پا دراستر خارج میشه. این بار یه نقشه خیلی خفن‌تر میریزه. نقشش هم اینه که یه دزد استخدام کنه و به دستش یه ساعت فلزی بزنه. این دزد بره جیب هانیبال رو بزنه که وقتی میخواد مچشو بگیره اثر انگشتش روی این ساعت بمونه. دزدم همین کارو انجام میده، ولی هانیبال که شک میکنه و دنبالشه اونو به یه گوشه میرسونه و یه دفعه‌ای بدون توجه به هیچ چیزی وسط خیابون با چاقو میزنه به شکمش و اونو میکشه. اولش پاتسی یکم عذاب وجدان گرفته، ولی وقتی میفهمه اثر انگشت هانیبال واقعا روی ساعت مونده خیالش راحت میشه. خیلی سریع هم اثر انگشت برای میسن ارسال میکنه. حالا میفهمیم که میسن مدت هاست نقشه انتقامش هانیبال رو ریخته. نقشش هم اینطوریه که داره با یه سری گنگستر از ایتالیا صحبت میکنه و باهاشون برنامه ریخته که یه سری گراز وحشی رو پرورش بدن. وقتی که هانیبال رو به دست آوردن، اونو اونجا نگهش دارن و بدن به گرازهای وحشی تا صورتش رو جلوی چشماش بخورن، مثل همون کاری که سر خودش اومده بود. خیلی سریع هم یه بلیط میخره که بیاد ایتالیا. پاتسی هم پولش رو دریافت میکنه، اما همچنان کنجکاوه که توی پرونده باشه تا مطمئن شه که هانیبال دستگیر میشه و خیالش راحت بشه. همون شب هم با همسرش میرن به تماشای یک اپرا. بعد از نمایش دارن با هم صحبت میکنن که یه دفعه هانیبال سر میرسه. اولش پاتسی خیلی میترسه، اما هانیبال شروع به صحبت با همسرش میکنه و بعد یکم لاس زدن بهش یه برگه از کتاب کمدی الهی دانته میده. برگه‌ای که توی اون نوشته شده یه زن به قدری عاشق یه مرد میشه که قلبش آخر در میاره و میخوره. پاتسی یکم میترسه که نکنه هانیبال بهش شک کرده باشه و سکانس بعد کلاریس رو میبینیم. اون به خاطر نرسیدن فیلم‌های امنیتی از فلورانس یکم مشکوک شده و با بررسی توی میفهمه آخرین نفری که پرونده‌های هانیبال رو بررسی کرده کسی نیست جز پاتسی. همین لحظه فیلم‌های امنیتی بالاخره براش ارسال میشن و وقتی میفهمه که هانیبال توی یکی از اون فروشگاه‌هاست، میفهمه پاتسی به تنهایی اون رو پیدا کرده و حالا دنبالشه. سریع بهش زنگ میزنه و اخطار میده که این کارو انجام نده. من میدونم میخوای با میسن همکاری بکنی، ولی هانیبال خیلی خطرناکه و میکشتت. ولی پاتسی هیچ توجهی نمیکنه و تلفن رو قطع میکنه. بالاخره زمان دستگیری که به همراه میسن نقشش رو ریخته بودن میرسه. به همراه دوتا از کارکنای میسن به دانشگاه میرن که توش هانیبال داره یه سخنرانی ارائه میده. نقششون اینه که بعد پایان کارش اونو یه جا گیر بندازن و دستگیرش بکنن. سخنرانی تمام میشه و پاتسی به دوستای میسن اطلاع میده، ولی یه دفعه هانیبال سر میرسه و با یه دونه دستمال بیهوشش میکنه. وقتی میسن چشمشو باز میکنه میبینه طبقه بالای کتابخونه هستش. دست و پا و دهنش بسته است و هانیبال جلوشه که بهش میگه اگه با هم همکاری نکنی میرم زنتون میخورم. پاتسی هم که پشپاش میریزه با دشون دادن سرش میگه اوکی. حالا هانیبال ازش سوال میکنه میسن هم از جریان خبر داره؟ اونم با ترس میگه آره. یه دفعه تلفنش زنگ میخوره. هانیبال تلفن رو جواب میده و اونور کسی نیست جز کلاریس. کلاریس که فکر میکنه پاتسی پشت خطه شروع میکنه به التماس کردن که این کارو تنهایی انجام نده و یه دفعه هانیبال بهش سلام میکنه. کلاریس میترسه و خواهش میکنه که به پاتسی صدمه این نرسونه. هانیبال در عین حال که خیلی مؤدبانه داره با کلاریس صحبت میکنه، پاتسی رو میبره توی بالکن و یه دفعه بدون هیچ مکسی اونو آویزونش میکنه. دقیقاً همونطوری که 500 سال پیش اجداد این نفر به دار آویخته شده بودن. البته که قبل دار زدنش هانیبال کار دیگه‌ای هم انجام داد. با چاقو شکم پاتسی رو جر داد که وقتی آویزون میشه تمام محتویات شکمش بیفته رو زمین و یه اخطار برای میسن و دوستاش بشه. چند ساعت بعد فیلم این خبر توی کل دنیا پخش میشه و در حالی که کلاریس داره اون رو تماشا میکنه، هانیبال میبینه که داره از بالا برش دست تکون میده. میسن هم این فیلمو میبینه و حالا یه نقشه جدید میریزه. سریع با همون همکارش یعنی پال توی سیستم قضایی تماس میگیره. بهش یه پول خیلی زیادی پیشنهاد میده و در ازاش میخواد که کلاریس رو اخراج بکنن. نقشه میسن اینه که با این کار بتونه هانیبال رو سمت خودشون بکشونه. پال هم این کارو انجام میده و با صحنه‌سازی یه مدرک خیلی ساده و یه نامه عاشقانه از هانیبال کلاریس رو از کار برکنار میکنه. نقشه میسن واقعا جواب میده. چند روز بعد ببینیم که هانیبال با آمریکا میاد. اول از همه میره خونه پال، کسی که کلاریس رو برکنار کرده بود، رو بررسی میکنه. بعد میره و یه سری لوازم مثل تیغ‌های جراحی میدوزه و در آخر خیلی یواشکی وقتی کلاریس خوابه به خونش میاد و بعد نوازش کردنش یه عکس از مجله کنارش میذاره که عکس کلاریس رو به جای کله طرف چسبونده. کلاریس که بیدار میشه و عکس رو میبینه همون اول میفهمه هانیبال به خونش اومده. تلفنش هم زنگ میخوره و با شنیدن صدای هانیبال اونور خط از شکش مطمئن میشه. هانیبال هم یه آدرس بهش میده و میگه وقت دیدارمونه. کلاریس هم از اونجایی که خیلی کنجکاوه سریع اسلحه‌ای که قبلا داشته رو برمی‌داره و راه میفته. وقتی سوار ماشینش میشه هم دوتا از مردهای میسن رو میبینیم که از قبل منتظرن، انگار میدونستن این اتفاق میفته و حالا شروع به تعقیبش میکنن. کلاریس به فروشگاهی میرسه که هانیبال
هانیبال آدرس داده بود. با هم روبرو نمیشن، اما هانیبال از پشت تلفن همینطوری باهاش صحبت میکنه و یه سری درد و دل میکنه. در آخر هم متوجه دو نفری که تعقیبش کردن میشه و سریع از فروشگاه میاد بیرون. کلاریس هم همچنان دنبال اینه که هانیبالو گیر بندازه و بتونه خودش پلیس تحویل بده که یه دفعه دو نفری که از طرف میسون بودن سر میرسن و موفق میشن هانیبالو بگیرن. کلاریس که متوجه قضیه میشه سریع به پلیس زنگ میزنه و وقتی رئیسش میاد بهش میگه من مطمئنم میسن بوده که هانیبالو دزدیده. برای همینم سریعا میرن خونه میسن رو بررسی کنن بلکه بتونن هانیبالو برای خود پلیس بگیرن، ولی موفق نمیشن چون میسن از قبل فکرشو کرده و هانیبالو قایمش کرده. کجا؟ توی همون ماشینی که دزدیده بودن. بالاخره پلیسا که هیچی پیدا نمیکنن میرن. مامورای میسن هم بالاخره هانیبالو میارن داخل. برای اولین بار این دو نفر با هم بعد مدت ها روبرو میشن و حالا میفهمیم میسن نقشه جدیدی که ریخته چیه. اون به همه دوستاش توی ایتالیا زنگ زده تا تمام گرازهای وحشی که تربیت کردن و با کامیون بیارن به آمریکا که همینجا توی کاخ خودش جلوی خودش این بلا سر هانیبال بیاد. از طرفی کلاریس که مطمئن میسن بوده که هانیبالو دزدیده، یواشکی دوباره برمیگرده به کاخ تا بتونه هانیبالو ببینه. میسن رو میبینیم که داره دور هانیبال با ویلچر میچرخه و بهش میگه یه بلایی سرت میارم که آرزو کنی کل منو میداری سگا بخورن و زنده نمونم. اما هانیبال بهش جواب میده من همینطوری که الان هستی بیشتر دوست دارم. افراد میسن دوباره برمیگردن داخل و حالا که همه چیز آماده است هانیبالو میبرن به جای دیگه از کاخ که اونو به خوراک گرازها بکنن. وقتی که میرسن به مقصد یه دفعه کلاریس سر میرسه، میاد داخل و با شلیک به چند تا از افراد مسلح اونجا موفق میشه دستشو به هانیبال برسونه. شروع میکنه به باز کردن بندای هانیبال که یه دفعه یکی دیگه از مردای میسن بهش شلیک میکنه و هانیبال موفق میشه دست دیگه‌شو خودش باز کنه و قبل از اینکه گرازها بهشون حمله بکنن کلاریس رو بغل میکنه و اونا هم میرن سراغ آدمای دیگه‌ای که کشته شدن. قبل از اینکه هانیبال کلاریس رو ببره بیرون میسن صداش میکنه. بالای اونجا وایساده و یه دکترم کنارشه. حالا هانیبال شروع میکنه به همون بازیای روانی خودش که توش استاده. به دکتری که کنار میسن میگه من مطمئنم تو مدت‌ها دلت خواسته برای میسن دیگه کار نکنی، ولی اون پول خیلی زیادی داشته و تو رو خریده و مجبوری باهاش همکاری انجام بدی. همین الان اگه هولش بدی پایین میتونه همه چیزو بندازی گردن من، بگه هانیبال اونو کشته و برای همیشه آزاد بشی. اولش میسن هیچ توجهی نمیکنه، اما دکتر واقعا از این پیشنهاد خوشش میاد و یه دفعه میسن رو پرت میکنه پایین کنار گرازها و اونا هم میرن سمتش و شروع میکنن به خوردن این یارو. هانیبال هم در حالی که کلاریس رو بغل کرده خارج میشه. سکانس بعدی میبینیم که میره دم خونه پال، همون مأمور قضایی عوضی که دیده بودیم. یه دفعه بهش حمله میکنه و دوباره میریم به سکانس بعد، جایی که کلاریس روی تختی به هوش میاد. یه لباس خیلی شیک و مشکی تنشه و سرش به خاطر مورفینای زیادی که توی تنشه گیج میره. با هر زحمت که هست دستبند خودش به همراه یه دونه گوی شیشه‌ای برمی‌داره که از خودش دفاع بکنه و میره طبقه پایین. البته که قبلش هم با تلفن توی اتاق به پلیس زنگ میزنه و اونا هم میگن تا 10 دقیقه دیگه میرسن. توی طبقه پایین میرسه به آشپزخونه و میبینه که هانیبال با یه کت شلوار شیک در حال آشپزیه و پال عوضی هم پشت میز نشسته، در حالی که یه کلاه کپ روی سرش و انگار داره مثل بچه‌ها رفتار میکنه. هانیبال هم با خوشرویی به کلاریس خوش آمد میگه و میگه که پشت میز بشین، ولی قبلش اون گوی شیشه پشتتو بذار روی میز. کلاریس هم همین کارو انجام میده و کم کم متوجه خونی که داره از زیر کلاه پال میریزه میشه. هانیبال میاد سمتش بعد گذاشتن یه ظرف غذا جلوش میگه تو چرا به سازمانی که انقدر داره بهت بد میکنه همچنان متعهدی و همچنان میخواد براش کار بکنی. همینطوری حرفاش هم ادامه میده و آروم آروم میره سمت پال. کلاهشو برمی‌داره که متوجه جای زخمی دور سرش میشیم. یه دفعه در کمال تعجب کلاریس قسمتی از پوست سرش کلا برمی‌داره و مغز طرف کاملا معلومه. رو به کلاریس میگه نترس، خود مغز هیچ وقت درد و حس نمیکنه. یه دفعه با استفاده از چاقو قسمتی از مغز پالو میکنه و میرزه توی مایتابه و شروع به سرخ کردنش میکنه. بعدش هم که آماده میشه همون مغز رو میده به پال تا بخوره، در حالی که این مردم مثل دیوونه‌ها کلا به حرفایی که طرف داره میزنه گوش میده. حالا کلاریس خیلی بد شده و هانیبال بهش میگه تو باید منو ول کنی و بذاری آزاد بشم، انقدر دنبال من نیا. بعد خیلی آروم پالو از اتاق میبره بیرون و میگه به حرفم فکر کن. کلاریس که همچین قصدی نداره یه میله برمیداره و میره دنبال هانیبال تا پشت بهش حمله کنه، ولی اون متوجهش میشه و برمیگرده و بعد یه مقابله موفق میشه موهای کلاریس رو بین در یخچال و خود یخچال گیر بندازه و با کندن دستگیرش هم یه کاری میکنه که نتونه دیگه در بره. خیلی آروم میره سمتش و شروع به بوسیدن کلاریس میکنه و کلاریس هم با استفاده از این موقعیت دستبندی که برداشته بود و موفق میشه به دست هانیبال و دست خودش وصل کنه. صدای آژیرای پلیس داره نزدیکتر میشه و هانیبال هیچ راه دیگه ای نداره، ساتور رو از روی میز برمی‌داره تا دست کلاریس رو قطع کنه و میریم به سکانس بعد. حالا کلاریس خودش رو آزاد کرده و داره میدوه به سمتی که هانیبال رفته بود. به خیال اینکه هانیبال سوار یه قایق شده میدوه، اما اونو نمیبینه. همین لحظه پلیسا سر میرسن و میگن دست بالا. وقتی دستشو میاره بالا میبینیم دستاش سر جاشن و یعنی هانیبال حاضر شده دست خودش رو قطع کنه ولی به کلاریس آسیبی نرسونه. تو سکانس پایانی فیلم هم هانیبال رو میبینیم که توی یه هواپیما نشسته و داره از کشور خارج میشه. یه بچه‌ای کنارشه در حالی که هانیبال ظرف غذاشو باز میکنه و قسمت
قسمت‌های از مغز همون پال توشه. بچه میگه که اون چیه میخوری؟ هانیبال هم میگه هیچ غذای خودمه. بچه میگه میشه منم بخورم؟ هانیبال هم میگه آره، مامان منم همیشه میگفت باید چیزای جدید رو امتحان بکنی و قسمتی از مغز پالو میده به بچه. فیلم هانیبال خیلی باحاله، شخصیتش هم خیلی دوست دارم. به کثافت کاریاش و اینکه آدم میکشه اینام کاری ندارم، ولی ببین یه چیز خیلی باحالش اینه که یه اخلاق خیلی باحال داره، به هدفش خیلی پابنده. هدفش چیه؟ اینه که هیچ وقت با آدم‌های بیگناه صدمه‌ای نزنه، فقط میره دنبال آدمایی که عوضیان. برای همینم حتی آخر فیلم مجبور شد که دست خودش رو قطع کنه، حتی کوچکترین آسیبی به کلاریس نزنه. دیگه اینکه فیلم یه سری داستان فلسفی باحال داره که یه قسمتایش هم برمیگره به داستان شمس و مولانا ایرانی‌ها، حتی عشقی که بعدها بین حالا هانیبال و یه نفر دیگه به وجود میاد و خیلی چیزهای دیگه. برای همینم میذارم برای بعد از اینکه قسمت آخرش خلاصه‌شو گفتم اون موقع راجع بهش صحبت بکنیم. یادتون نره تو مسابقه‌ای که اول فیلم گفتم شرکت کنید، داستانتون حتما این پایین برام بنویسید. دیگه اینکه لایک و کامنت و اینا یادتون نره. روزتون هم گلاسی.